سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به دنیای اتوماسیون صنعتی. بر اساس مطالبی که داریم هدفمون اینه که بفهمیم این اتوماسیون صنعتی خب واقعا چی هست؟ چرا اینقدر مهمه این روزا؟ و اینکه چطور داره صنایع مختلفو متحول میکنه. خب بیاین شروع کنیم. ببینید اولین تصویری که شاید بیاد تو ذهن همون ربات‌های بزرگ تو خط تولید خودرو. ولی این مطالب نشون میده که داستان خیلی وسیع‌تر از این حرفاست، درسته؟ انگار یه نگاه جدیده به کل فرایند کار. دقیقاً همینه. یعنی تصویر ربات‌ها درسته ولی فقط یه تیکه کوچیک از پازله. اتوماسیون صنعتی در واقع یعنی استفاده از فناوری‌های کنترلی، کامپیوترها، ربات‌ها، نرم افزارها. اینا میان فرآیندها و ماشین‌آلات صنعتی رو مدیریت میکنن با کمترین دخالت مستقیم آدم. نکته کلیدیش که با مکانیزاسیون فرق داره، بحث هوشمندی و تصمیمگیری خودگاره. آها، پس فرقش با مکانیزاسیون اینه. مکانیزاسیون فقط جایگزینی زور بازو بوده انگار. دقیقاً. مثلا لیفت تراک به جای بلند کردن دستی بار میشه مکانیزاسیون. اما اتوماسیون یه پله بالاتره. سیستم خودش داده جمع میکنه، تحلیل میکنه، بعد تصمیم میگیره. مثلا خودش میفهمه دمای کور زیاده، خودش جریان گازو کم میکنه. اپراتور لازم نیست کاری کنه. یعنی کنترل فرایند، پردازش داده، واکنش به تغییرات، همه اینا هست. این تفکیک خیلی مهم بود. پس فقط جایگزینی کار فیزیکی نیست. سیستم‌ها فکر میکنن و عمل میکنن. خب چرا اینقدر مهمه؟ چی باعث شده صنایع اینقدر برن سمتش؟ اولین جواب احتمالاً همون بحث پول و سرعته، نه؟ قطعاً. یعنی افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها خیلی محرکای اصلی هستن. خب وقتی ماشینا بتونن 24 ساعت 7 روز هفته کار کنن بدون وقفه، بدون خستگی، دقیقاً بدون خستگی، حجم تولید خب خیلی میره بالا. اون زمانهای توقف خط که قبلا به خاطر خستگی آدما بود یا شیفت بندی و اینها خیلی کم میشه. متوجهم. این یعنی از اون سرمایه گذاری سنگینی که رو تجهیزات شده بهتر استفاده میشه. ولی این تازه اولشه. یه دستاورد دیگه که شاید حتی مهمتر باشه بحث کیفیته. کیفیت محصول و یک نواختیش فوق‌العاده بالا میره. ببینید انسان هر چقدر ماهر باشه خب خسته میشه، دقتش کم و زیاد میشه، ولی سیستم خودکار یه کار مشخص رو میلیون‌ها بار با همون دقت اولیه تکرار میکنه. این تو صنایعی مثل داروسازی که گفتید خیلی حاتیه پس. دقیقاً. داروسازی، الکترونیک، جاهایی که یه خطای کوچیک میتونه فاجعه باشه. بعد بحث ایمنیه. خیلی از محیطای صنعتی کارهای خطرناک دارن. کار تو ارتفاع، با مواد شیمیایی، دمای خیلی بالا یا پایین، حرکات تکراری که آسیب میزنه. اتوماسیون این کارا رو میده به ماشین و آدما رو از خطر دور میکنه. پس شد تولید بیشتر، کیفیت بهتر، محیط کار امن‌تر. خب اینا به تنهایی خیلی دلایل محکمی هستن. بله و هنوزم هست. صرفه‌جویی تو منابع. سیستم‌های کنترل دقیق مصرف انرژی رو بهینه می‌کنن. مثلا سرعت موتورا رو دقیق تنظیم می‌کنن. یا بخشای بیکار رو خاموش می‌کنن. آره دقیقاً. مصرف مواد اولیه رو هم به حداقل میرسونن، ضایعات رو کم می‌کنن. این هم به نفع جیبشونه، هم محیط زیست. و یه نکته دیگه که شاید کمتر بهش توجه بشه ولی روز به روز مهمتر میشه بحث داده هاست. این سیستم های اتوماسیون مدرن کلی داده عملیاتی تولید میکنن. یه عالمه دیتا که قبلا شاید اصلا ثبت نمیشد یا تحلیل نمیشد. دقیقاً. تحلیل این داده ها به مدیرا کمک میکنه بفهمن واقعاً تو فرایند چی میگذره. گلوگاه ها کجاست؟ کی ممکنه یه دستگاه خراب بشه؟ نگهداری پیشبینانه که میگن همینه. تهش میتونن تصمیمای هوشمندانه تری بگیرن واسه بهبود کار. این بخش داده ها واقعا جالبه ها. یعنی اتوماسیون فقط انجام کار نیست، فهمیدن بهتر کار هم هست. خب حالا بریم سراغ این که این سیستم های هوشمند، اینایی که این کارا رو میکنن، از چی درست شدن؟ چه اجزایی دارن که این کارهای پیچیده رو انجام میدن؟ سوال خوبیه. ببینید پشت صحنه یه مجموعه هماهنگ از قطعات و فناوری‌ها داره کار میکنه. میتونیم چند دسته اصلیشون کنیم.
اول از همه حسگرها یا سنسورها. اینا مثل حسای پنجگانه سیستمن. چشم و گوشش یعنی؟ آره، انواع مختلفی هم دارن. حسگر دما، فشار، سطح مایع، موقعیت، رنگ، دوربینای بینایی ماشین، حسگر جریان، خیلی زیادن. کارشون اینه که یک کمیت فیزیکی یا شیمیایی رو تبدیل کنن به سیگنال الکتریکی که واسه سیستم قابل فهم باشه. اینا داده‌های خام رو از محیط میگیرن. اوکی، پس حسگرا اطلاعات رو جمع کردن، بعدش چی؟ کی اینا رو میفهمه و تصمیم میگیره؟ اینجا کنترل کننده ها یا کنترلرز میان وسط. اینا مغز متفکر سیستمن. معروفترینشون PLC ها هستن، یعنی Programmable Logic Controllers. آها، همون PLC معروف. بله، تقریبا تو هر کارخونه پیدا میشن. مثل کامپیوترهای صنعتی خیلی مقاومن. واسه کار تو شرایط سخت کارخونه طراحی شدن. برنامه میگیرن، ورودی‌ها رو از حسگرا میخونن، خروجی‌ها رو به عملگرا میدن. واسه فرآیندهای بزرگتر و پیچیده‌تر، مثلا پالایشگاه یا نیروگاه، از سیستم‌های DCS استفاده میکنن، یعنی Distributed Control Systems. مجموعه‌ای از کنترل کننده‌ها هستن که شبکه شدن و کل فرآیند رو با هم مدیریت میکنن. بس حسگرها دیدن و شنیدن، کنترل کننده ها فکر کردن و دستور دادن، عمل کردنش با کیه؟ دقیقاً. میرسیم به عملگرها یا actuators. اینا بازوها و پاهای سیستمن. دستور کنترل کننده رو اجرا میکنن. موتورهای الکتریکی، شیرهای برقی یا سلونوئید و ولوها، جک‌های بادی یا روغنی. بازوهای ربات‌ها؟ آره، بازوهای رباتای صنعتی هم عملگر حساب میشن. قطعات دیگه‌ای هم هستن که کمک میکنن، مثلا اینورترها یا درایی‌های فرکانس متغیر VFD که سرعت موتورهای AC رو کنترل میکنن. تو صرفه‌جویی انرژی خیلی نقش دارن. یا سرو موتورها و سرو درایوها واسه جاهایی که دقت خیلی بالا لازمه، مثل ماشینای CNC یا ربات‌های دقیق. و خود ربات‌ها که گفتیم اونام یه دسته مهمن حتماً. بله، ربات‌های صنعتی بخش خیلی مهم و البته قابل مشاهده اتوماسیونن، به خصوص تو خطوط تولید. انواع مختلف هم دارن. ربات‌های مفصلی که شبیه بازوی آدمن واسه جوشکاری و مونتاژ خوبن. ربات‌های کارتزین هستن واسه جابجایی دقیق. ربات‌های اسکارا واسه مونتاژ سریع و در نهایت رابط کاربری انسان و ماشین یا HMI. همون صفحه لمسی‌ها؟ آره، معمولا صفحه‌های لمسی یا پنل‌هان که اپراتور میتونه وضعیت سیستم رو ببینه، تنظیمات رو عوض کنه، با سیستم کار کنه خلاصه. و نباید یادمون بره که الان لایه‌های جدیدتری هم اضافه شده، مثل اینترنت اشیای صنعتی یا IIoT و هوش مصنوعی یا AI. IIoT باعث میشه همه این دستگاه‌ها به هم وصل شن، به شبکه وصل شن، داده‌ها رو به اشتراک بذارن. هوش مصنوعی هم کمک میکنه از اون حجم عظیم داده‌ها الگوهای پیچیده در بیاد، پیشبینی‌های دقیق‌تری بشه، سیستم‌ها خودشون رو بهتر کنن. چه اکوسیستم پیچیده و جالبی واقعاً. خب حالا که با اجزا آشنا شدیم، بریم سراغ کاربرداش. گفتیم که فقط خط تولید خودرو نیست. کجاها دیگه میشه رد پای این چیزا رو دید؟ این مطالب به موارد خیلی متنوعی اشاره کرده. آره، کاربرداش واقعاً خیلی وسیعه و هی داره بیشترم میشه. تو صنعت خودرو که گفتیم، غیر از مونتاژ و جوشکاری، تو رنگ‌آمیزی رباتیک، کنترل کیفیت با بینایی ماشین، تست‌های نهایی همه جا هست. تو صنایع غذایی آشامیدنی، از اون دستگاه‌های پرکم و بسته‌بندی اتوماتیک بگیر تا پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون دقیق. که اونجا بهداشت خیلی مهمه. دقیقاً، سرعت و بهداشت خیلی مهمه. کنترل کیفیت محصول، مثلا ناخالصی‌ها رو تشخیص بده یا وزن دقیق بسته‌ها رو چک کنه. تو صنایع شیمیایی، نفت و گاز، پتروشیمی، چون فرآیندها خطرناکه و باید پیوسته باشه، اتوماسیون حرف اولو میزنه. کنترل دقیق دما، فشار، جریان مواد، سطح مخزن‌ها، اینجا دیگه DCS ها حکمرانی میکنن. ایمنی و پایداری عملیات رو تضمین میکنن. تو صنعت داروسازی هم که گفتیم، استانداردها خیلی سختگیران است. کوچکترین خطا قابل قبول نیست. اتوماسیون واسه کنترل فوق‌العاده دقیق شرایط محیطی تو اتاقای تمیز، کلین رومز لازمه.
توزیع دقیق مواد، ردیابی کامل فرایند تولید هر قرص یا دارو. انگار هر جا دقت خیلی مهمه، سرعت مهمه، تکرار پذیری مهمه یا ایمنی، اتوماسیون میاد وسط. تو جاهای غیر منتظره تر چی؟ آره، مثلا تو صنعت نساجی واسه کنترل ماشینای بافندگی و رنگارزی، تو صنعت چاپ واسه ماشینای چاپ و برش، تو تصفیه خونه‌های آب و فاضلاب واسه کنترل پمپ‌ها و فرآیندهای شیمیایی، حتی تو کشاورزی مدرن، کشاورزی دقیق که بهش میگن. کشاورزی چطوری؟ مثلا تراکتورهای خودران، پهپادا واسه سمپاشی دقیق، سیستمای آبیاری هوشمند که خودشون میفهمن کی و چقدر آب بدن، ربات‌ها واسه چیدن میوه. تو ساختمونسازی هم داره میاد، پرینترهای سه‌بعدی بزرگ واسه ساختن خونه، ربات‌ها واسه آجرچینی. نکته مهم اینه که لزوما نباید کل یه کارخونه خودکار باشه ها. حتی اگه یه کارگاه کوچیک یه PLC و چند تا سنسور بذاره واسه کنترل یه دستگاه، اونم بخشی از همین دنیاست. واقعا چشمانداز خیلی وسیعی داره. اما خب همه اینا خیلی عالیه، ولی پیاده سازی این سیستما راحت نیست حتما، مخصوصا واسه کسب و کارهای کوچیک‌تر یا صنایع سنتی‌تر. این مطالب به چه مانع‌هایی اشاره کرده؟ کاملا درسته. راهش همیشه هموار نیست. یکی از بزرگترین مانع‌ها خب همونطور که میشه حدس زد هزینه اولیه است. خرید ربات‌ها، PLC‌های پیشرفته، سنسورهای دقیق، نرم افزارهای تخصصی. بعد هزینه نصب، راه‌اندازی، برنامه‌نویسی، یک پارچه سازی، اینا میتونه خیلی سنگین باشه. که این خودش واسه کسب و کارهای کوچیک و متوسط یه مانع بزرگه. بله، هرچند الان راه حل‌های مقیاس پذیرتری هم داره میاد که ارزونترن، ولی بازم هزینه اولیه قابل توجهه. پس فقط پول خرید دستگاه نیست، دانش پیاده سازی و نگهداریش هم هست. دقیقاً، چالش دوم نیاز به تخصص و دانش فنی بالاست. طراحی، پیاده‌سازی، نگهداری این سیستم‌ها مهندس و تکنیسین ماهر میخواد. برق، کنترل، مکانیک، نرم افزار. پیدا کردن و نگه داشتن این نیروهای متخصص خودش یه چالشه. نگهداری و تعمیراتش هم مهمه. این سیستما پیچیدن. اگه خراب شن ممکنه کل خط بخوابه. قطعات یدکیشون مخصوصاً واسه دستگاه قدیمی‌تر یا برندای خاص ممکنه سخت گیر بیاد. یه چالش مهم دیگه که الان خیلی پررنگ شده بحث امنیت سایبریه. آها، چون همه چی به هم وصله. دقیقاً. وقتی همه تجهیزات کارخانه به هم وصلن، شاید به اینترنت هم وصل باشن، خب خطر حمله سایبری میره بالا. اگه کسی نفوذ کنه به سیستم‌های کنترل صنعتی، ICS یا اسکادا، میتونه اطلاعات بدزده، تولید و خراب کنه، حتی خطر ایمنی ایجاد کنه. و آخرش هم نباید عامل انسانی رو فراموش کنیم. بعضی وقتا کارکنان مقاومت میکنن در برابر تغییر. نگران شغلشون میشن شاید. آره، یا میترسن نتونن با سیستمای جدید کار کنن. مدیریت این تغییر، آموزش دادن به نیروی کار واسه کار کردن کنار این سیستما خیلی مهمه واسه موفقیت پروژه. پس تصویر کاملی نیست اگه فقط به خوبیاش نگاه کنیم. هزینه، تخصص، نگهداری، امنیت، مدیریت تغییر، همه اینا هست. با توجه به همه اینا، اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم واسه شنونده هامون، نکات اصلی که باید یادشون بمونه چیه؟ فکر میکنم مهمترین نکته اینه که اتوماسیون صنعتی دیگه یه انتخاب لوکس نیست. یه جورایی یه ضرورت استراتژیکه. واسه موندن و رقابت کردن تو خیلی از صنایع، هم الان هم تو آینده. و اینکه فقط ربات نیست، یه تحول عمیق تو نحوه فکر کردن درباره تولید، مدیریت، بهینه‌سازی با کمک فناوری، کنترل، حسر، نرم افزار، داده. و اینکه مزایاش مثل بهره‌وری، کیفیت، ایمنی، صرفه‌جویی خیلی زیاده، ولی رسیدن بهش چالش هم داره. همون هزینه، تخصص، نگهداری و امنیت که گفتیم. دقیقاً. و فهمیدن این روند واسه شما مهمه، چون چه به عنوان مصرف کننده، چه کسی که تو بازار کار هست یا میخواد باشه، تأثیرش رو حس میکنید. روی قیمت کالاها، کیفیت محصولاتی که استفاده میکنید و مخصوصاً روی شکل و شمایل شغلهای آینده تأثیر مستقیم داره. ممکنه بعضی شغلها کم رنگ بشن.
بله، ولی شغلای جدیدی هم تو زمینه طراحی، نگهداری، مدیریت همین سیستمای هوشمند به وجود میاد. این نکته مهمیه واقعا. پس شاید به جای ترس باید به فکر مهارت آموزی جدید بود. دقیقاً. و شاید سوال کلیدی که ته این بحث میتونیم واسه شما بذاریم این نباشه که اتوماسیون خوبه یا بد. روند جهانی نشون میده این یه واقعیتی که داره گسترش پیدا میکنه. سوال مهمتر اینه که چطور میتونیم خودمون رو باهاش تطبیق بدیم؟ چه به عنوان یه فرد، چه یه کسب و کار، چه یه جامعه. چطور از فرصتش استفاده کنیم و واسه چالشاش مثل نیاز به آموزش مجدد نیروی کار و بحث امنیت آماده باشیم. این سوالیه که فکر میکنم هر کسی که آینده صنعت و اقتصاد براش مهمه باید از خودش بپرسه.